سلام و عرض ادب به کانال عسلیرضا تیم خوش اومدین. درس سوم از فصل اول کتاب اونیزیشا رو میخوایم با هم مطالعه کنیم. بزنیم بریم. خب Forschungsgebiete به معنای حوزه تحقیقات. Das Fachgebiet Die Fachgebiete به معنای حوزه تخصصی. Oft arbeiten Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen gemeinsam an einem Forschungsprojekt. به طور معمول دانشمندان از حوزه‌های تخصصی گوناگونی با همدیگر روی یک پروژه تحقیقاتی کار میکنند. Auf einem Gebiet در یک حوزه. Professor Hagen ist ein Experte auf dem Gebiet der Herzchirurgie. پروفسور هاگن یک متخصص اکسپرت در حوزه جراحی قلب است. هرتز به معنای قلب و شیروورگیه به معنای جراحی. Disziplinen یا das Fachgebiete به معنای رشته یا همون حوزه تخصصی. Jura, Medizin und Theologie sind einige der ältesten wissenschaftlichen Disziplinen. کلمه یوگا به معنای حقوق، تئولوژی به معنای الهیات. حقوق، پزشکی و الهیات هستند برخی از رشته‌های علمی قدیمی. اینتا دیسیپلینا به معنای بین رشته‌ای. Inter oder Inter disziplinäre Forschungsprojekte beschäftigen sich mit Themen, die verschiedene Fachbereiche berühren. کلمه beschäftigen sich به معنای پرداختن به هستش و کلمه berühren به معنای تاثیر گذاشتن. پروژه های تحقیقاتی بین رشته‌ای میپردازند به موضوعاتی که تاثیر میگذارند شاخه های علمی گوناگونی را. Die Naturwissenschaften به معنای علم طبیعت یا به معنای تجربی. Naturwissenschaftlich به فرم صفت این کلمه اومده. Biologie, Chemie und Physik zählen zu den klassischen Naturwissenschaften. کلمه zählen zu به معنای که برشمرده میشوند، به شمار میروند. بیولوژی، شیمی و فیزیک به شمار میروند از علوم تجربی klassischen. Viele Themen der naturwissenschaftlichen Forschung sind sowohl für Biologen als auch für Chemiker und Mediziner interessant. بسیاری از موضوعات علمی تجربی تحقیقات علمی هستند هم برای بیولوژیست ها همچنین برای شیمیدارها و پزشکان جذاب. Die Geisteswissenschaft جمعش die Geisteswissenschaften به معنای علم معنوی. Geist به معنای روح و روان هستش یا به معنای علوم انسانی و Geisteswissenschaftlich از نظر علوم معنوی که در واقع صفت اسم بالایی است. Anders als in den Naturwissenschaften lassen sich Erkenntnisse der Geisteswissenschaften in der Regel nicht in Formeln ausdrücken. Anders als به معنای
برخلافه هست. Erkenntnisse به معنای علوم و دانش و in der Regel که قبلا اشاره کردم به معنای به طور معمول یا به طور کلی هستش. برخلاف علوم تجربی، دانش علوم معنوی به طور کلی به صورت عمومی یا به صورت رسمی ausdrucken به معنای منتشر شدن منتشر نمی شوند. Ein großer Teil der geisteswissenschaftlichen Arbeit besteht in der Lektüre und Analyse von Texten. کلمه لکتوره به معنای خواندن هستش. بخش بزرگی از علوم معنوی، کار علوم معنوی تشکیل می‌یابد در خواندن و آنالیز متن. بازم دوستان من میگم ترجمه کلمه به کلمه آلمانی به زبان فارسی گاهی اوقات واقعا دشواره. اگه جاهایی من نمیتونم مستقیما و سریع یه جمله خوبی رو برای معنا و ترجمهش بگم، لطفاً منو مقصر ندونید، به زبان دشوار آلمانی رو مقصر بدونید. در مورد کلمه ausdrucken معناشو بذارید در اختر بگم. nicht sich lassen ausdrücken به معنای اینکه نمیتوانند بیان شوند. خب کلمه Wissenschaftler به معنای دانشمند. Der Forscher، die Forscherin یا جمعش die Forscher هم معنی هستش با der Wissenschaftler، die Wissenschaftlerin جمعش به صورت die Wissenschaftler به معنای محقق، پژوهشگر. Insbesondere in den Naturwissenschaften arbeiten viele Forscher heute nicht mehr alleine, sondern in einem Team. کلمه insbesondere به معنای به خصوص، به ویژه، و کلمه زوندر به معنای بلکه هستش. به ویژه در علوم تجربی کار میکنن بسیاری از محققان امروزه، نه دیگه بیشتر تنها nicht mehr sondern in einem Team، بلکه در یک تیم. Der Nachwuchswissenschaftler oder die Nachwuchswissenschaftlerin و جمعش هم که به صورت Nachwuchswissenschaftler هستش به معنای دانشمند جوان یا محقق نسل جوان. Durch die Einführung der Juniorprofessor soll Nachwuchswissenschaftlern der Einstieg in eine Karriere an der Universität erleichtert werden. این کلمه einführung به معنای معرفی هستش و Juniorprofessor به معنای استاد جوان، کرسی استادی هستش و Einstieg به معنای در واقع آغاز شده هستش و کلمه erleichtern به معنای که
آسان شده است. Der Nachwuchs fördern die Nachwuchsförderung به معنای ترویج استعدادهای جوان یا ترویج نسل جوان. fördern فراهم کردن، ترویج دادن. Der wissenschaftliche Nachwuchs wird durch verschiedene Programme und Stipendien für junge Wissenschaftler gefördert. این کلمه اشتیپندین به معنای بورسیه ها است و شکل مفردش هم که اشتیپندیوم است. اشتیپندیوم استعدادهای جوان علمی از طریق برنامه‌های گوناگون و بورسیه‌ها برای دانشمندان جوان ترویج داده می‌شود. Wissenschaftliches Arbeiten کارهای علمی. Forschen به معنای تحقیق کردن. In einem sogenannten Forschungssemester können Professoren intensiv an einem Thema forschen, weil sie von den Lehrveranstaltungen freigestellt sind. کلمه زوگنانتن به معنای به اصطلاح هستش و Lehrveranstaltung به معنای دوره آموزشی هستش. freigestellt به معنی معاف. در یک ترم به اصطلاح تحقیقاتی پروفسورها می توانند به صورت اینتنسیو، به صورت شدید، ویژه روی یک موضوعی تحقیق کنند، در این حال که اونها از دوره های آموزشی معاف هستند. Forschen nach Lustativ die Forschungen تحقیق کردن درباره. خب die Forschung به معنای تحقیق. Seit Jahren forschen Wissenschaftler nach einem Heilmittel gegen AIDS. Heilmittel به معنای درمان. از سالها دانشمندان تحقیق میکنند درباره درمانی علیه ایدز یا در برابر ایدز. Viele Forschungen werden nicht mehr von den Universitäten finanziell unterstützt, sondern auch von Stiftungen und der Privatwirtschaft. کلمه اشتیفتونگن به معنای بنیادها و نهادها میتونه باشه و کلمه پریوات ورکشاپ به معنای اقتصاد خصوصی. پریوات به معنای خصوصی و ورکشاپ به معنای اقتصاد. بسیاری تحقیقات میتونن نه تنها از سوی دانشگاه از لحاظ مالی تامین شوند، حمایت شوند، unterstützen، بلکه همچنین از سوی بنیادها یا نهادها و اقتصادهای خصوصی یا بخش‌های خصوصی حمایت شود. Forschungen betreiben. کلمه betreiben به معنای انجام دادن هست و هم معنی است با کلمه unternehmen معنای انجام دادن و در واقع کلمه Forschung betreiben معنای تحقیق انجام دادن است. Mitarbeiter des Alfred Wegener Instituts betreiben umfangreiche Forschungen in der Antarktis. کلمه umfangreich به معنای گسترده و کلمه آنتارکتیس به معنای قطب جنوب. چند تا کلمه ما داریم که شبیه به همین کلمه قطب جنوب هستن. بذار من اینا رو بنویسم براتون.
کلمه آنتیکس به معنای عتیق جات هستش. کلمه دی آنتیکه به معنای دوران باستان. کلمه آرکتیس به معنای قطب شمال و کلمه آنتارکتیس به معنای قطب جنوب. من خودم همیشه این 4 کلمه رو معمولا اشتباه میگرفتم. یه جا نوشتمشون که شما مگه خواستین یه جا بنویسین که تفاوت‌ها اینا رو ببینیم و راحت تر بتونیم به خاطر بسپاریم. خب کارمندان مؤسسه آلفرد وگنر به ترایو انجام دادن تحقیقات گسترده ای را در قطب جنوب. It was a fortune به معنای چیزی را تحقیق کردن که به فرم آکوزاتیو میاد. Geologen erforschen ein weites Höhlensystem, das erst vor einigen Jahren entdeckt wurde. کلمه گئولوگن به معنای زمینشناسان هستش. وایت به معنای در واقع به طور گسترده هستش و هولن سیستم یعنی سیستم غاری، سیستم غارها. einigen Jahren چندین سال. entdeckt به معنای کشف شد. زمینشناسان سیستم غاری رو به طور گسترده تحقیق کردند که ابتداعاً چندین سال پیش کشف شد. دی فاخلیتراتور به معنای ادبیات تخصصی و یا به عبارتی متون تخصصی مربوط به یک رشته. Wissenschaftler müssen ständig Fachliteratur lesen. دانشمندان باید به طور دائم مداوما متون تخصصی یا ادبیات تخصصی را بخوانند in ihrem Fach auf dem neuesten Stand zu sein. اصطلاح auf dem neuesten Stand zu sein در واقع به معنای بروز بودن، آپدیت بودن است. دانشمندان باید به طور مداوم ادبیات تخصصی را بخوانند تا در رشتهشان بروز باشند. کلمه بعدی داز آرشیو و جمعش هم به صورت دی آرشیوه، معنای آرشیو یا بایگانی هستش. Historiker finden in Archiven oft interessante Dokumente. تاریخ شناسان پیدا میکنن در آرشیو ها به طور معمول اسناد جالبی رو، اینترسانتی رو، die ihnen wertvolle Fakten liefern. liefern به معنای تحویل دادن، در اختیارشون قرار دادن که با آنان حقایق با ارزشی رو در اختیارشون قرار میدهد یا تحویل میدهد. دی داتابانک به معنای بانک اطلاعاتی. In Datenbanken lassen sich umfangreiche Informationen übersichtlich speichern und bei Bedarf abrufen. کلمه umfangreich به معنای گسترده و کلمه abrufen به معنای اینکه فرا خوانده بشن یا دسترسی بهشون داشته باشیم. بای بدار به هنگام نیاز. کلمه übersichtlich به معنای به وضوح، وضوحاً. در بانک های اطلاعاتی
میتونن اطلاعات گسترده‌ای وضوحاً ذخیره شوند و به هنگام نیاز فراخوانده شوند. به اونها دسترسی داشته باشیم. recherchieren به معنای تحقیق کردن. Die Recherche به معنای تحقیق. Von einem Wissenschaftler wird erwartet از یک دانشمند انتظار می رود dass er gründlich recherchiert که او به طور پایه اساسی تحقیق کند bevor er sich eine Meinung bildet oder eine Theorie aufstellt قبل از آنکه او یک نظری بدهد یک عقیده‌ای داشته باشد یا اینکه یک نظریه یک تئوری عنوان کند aufstellen Heutzutage erleichtern Datenbanken und online abrufbare Literaturverzeichnisse die Recherche zu einem bestimmten Thema. کلمه erleichtern به معنای آسان کردن و abrufbare به معنای قابل دسترسی، قابل فراخوانی و Literaturverzeichnis یعنی کتاب شناسی. Die Studie به معنای مطالعه. Die Wirksamkeit eines Medikaments wird in zahlreichen Studien untersucht, bevor das Medikament auf den Markt kommt. کلمه Wirksamkeit به معنای تاثیرگذاری، اثر هستش و سالغاش در واقع به معنای متعدد و بیشمار. تاثیرگذاری و اثر بخشی یک دارو مدیکامنت در مطالعات بیشماری untersucht میشه، بررسی میشه قبل از آنکه آن دارو به بازار بیاد. eine Studie durchführen یک مطالعه را پیش بردن. klimatische Veränderungen genau zu untersuchen müssen Langzeitstudien durchgeführt werden. برای جستجو کردن دقیق تغییرات آب و هوایی میبایستی که تحقیقات طولانی مدتی پیش برده شوند. etwas dokumentieren die Dokumentation چیزی را مستند کردن که اسمش هم که میشه مستند. Es ist wichtig, die Arbeitsschritte und Ergebnisse einer Studie genau zu dokumentieren. مهم است که اقدامات کاری و نتایج یک مطالعه به صورت دقیق مستند شود damit sie für andere Wissenschaftler nachvollziehbar تا از آن طریق آنها برای بقیه دانشمندان nachvollziehbar معنای قابل درک باشند. در واقع nachvollziehen به معنای درک کردن است. دو تا erkennen به معنای تشخیص دادن. die Erkenntnis معنای تشخیص. Isaac Newton hat erkannt, dass starke Kräfte zwischen den verschiedenen Himmelskörpern wirken. Himmelskörpern اجرام آسمانی wirken تاثیر گذاشتن. اسحاق نیوتن تشخیص داد که اجرام سنگینی بین اجرام آسمانی گوناگونی تاثیر می‌گذارند. Die Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts vervielfacht. Im Laufe
یعنی در طول Jahrhundert یعنی قرن vervielfacht یعنی چند برابر شد. برای ترکیب vervielfacht اجازه بدیم بنویسم. ترکیب فا نقطه فاخن که این وسط یه عددی قرار میگیره، مثلا 2 3 4 به معنای چند برابر شدن این عدد است. خب برای مثال فدرای فاخن به معنای 3 برابر شدن است و در همین ترکیب فیل فاخن در واقع به معنای چندین برابر شدن است. خب کلمه بعدی ارکنتینیس گوینن. گوینن در واقع به معنای به دست آوردن است. ارکنتینیس هم که علم و دانش. auch aus einem Misslungen به معنای ناموفق experiment lassen sich wichtige Erkenntnisse gewinnen. lassen sich gewinnen یعنی میتونن کسب شوند. همچنین از یک آزمایش ناموفق میتونن نتایج مهمی کسب شوند. entdecken به معنای کشف کردن. die Entdeckung یعنی کشف، اکتشاف. die technische Verbesserung von Raumsonden und Teleskopen führt dazu, dass immer wieder neue Planeten entdeckt werden. Verbesserung به معنای بهبود یا پیشرفت و Raumsonden یعنی کاوشگر فضایی. führt dazu در واقع به این معنی منجر شدن به و پیشرفت‌های فنی کاوشگران فضایی و تلسکوپ‌ها به این منجر می‌شود که همواره سیاره‌های جدیدی دوباره کشف شوند. در واقع فوقن سو به علاوه داتیو به معنای منجر شدن به چیزی است. خب entwickeln گسترش دادن، Entwicklung گسترش. Lebensmitteltechniker haben eine Methode entwickelt, um Obst und Gemüse länger haltbar zu machen. haltbar یعنی با دوام، یعنی سالم، تازه. تکنیک مواد غذایی لبنزمیتل یک متدی رو گسترش میدهند تا میوه و سبزی به صورت طولانی تر سالم باقی بمانه یا سالمترشون بکنن. Der Durchbruch. Die Formulierung der Relativitätstheorie gilt als Einsteins wissenschaftlicher Durchbruch. Die Formulierung فرمولبندی relativitätstheorie یعنی نظریه نسبیت و برای کلمات معلومه. فرمولبندی نظریه نسبیت محسوب می شود به عنوان پیشرفت علمی اینشتین. von der Hypothese zum Beweis از فرضیه تا اثبات تا آگاهی. دی هیپوتزه و جمعش هم که میشه هیپوتزن به معنای فرضیه هستش. eine Hypothese ist eine Vermutung
یک فرضیه یک حدس و گمان است auf der die weitere Forschungsarbeit basiert که بر اون کارهای تحقیقاتی دیگری مبنی هستند مبنا هستند مبتنی هستند در واقع auf جای خالی basieren به معنای مبتنی بودن استوار بودن است. eine Hypothese aufstellen aufstellen به معنای ایجاد کردن یک فرضیه را ایجاد کردن. Es ist sinnvoll معقول است eine Hypothese aufzustellen یک فرضیه را ایجاد کردن auch wenn diese sich später als falsch erweist همچنین هنگامی که این بعدنها به عنوان یک اشتباه اثبات شود erweist اثبات شود. eine Hypothese überprüfen یک فرضیه را بررسی کردن. Experimente werden durchgeführt um die Hypothese zu überprüfen آزمایشات durchführen پیش برده میشه انجام داده میشوند تا فرضیه ها را بررسی کنند. die These معنای تز یا نظریه mit radikalen Thesen kann man viel Aufmerksamkeit erregen und eine lebhafte Diskussion in Gang setzen. Aufmerksamkeit erregen یعنی توجه جلب کردن. lebhaft یعنی پر جنب و جوش in Gang setzen برکت در آوردن. با نظریه های رادیکال آدم میتونه توجه بسیاری رو جلب کنه و یک بحث پر جنب جوشی رو برکت در بیاره. eine These vertreten یک نظریه ای را حمایت کردن. einige Politiker vertreten die These dass Gewalt verherrlichende Computerspiele der Grund für viele Gewalttaten sind. Gewalt verherrlichende به معنای ستایشگر خشونت هستند و این Gewalttaten در واقع به معنای اعمال خشونت آمیز. برخی از سیاستمداران این نظریه را حمایت می‌کنند که بازی‌های کامپیوتری ستایشگر خشونت دلیلی برای بسیاری از اعمال خشونت‌آمیز است.